خب سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که دارین این ویدیو رو تماشا میکنین. من دکتر علی حسن‌زاده فرد هستم، جراح دندانپزشک که ورودی سال 96 دانشگاه آزاد تبریز بودم و حدود 2 ساله که دارم فارغ التحصیل شدم و کار میکنم و 2 سالی که مطب زدم. تو این کانال بایومتد دنتیستری قرار راجع به مسائل مختلف در مورد دندون پزشکی صحبت کنیم. حالا بایومتریک یک جزئی از مسائلی هست که قرار راجع بهش صحبت کنیم و مقالات مختلف رو قرار با هم دیگه بررسی کنیم و خیلی از مسائل رو از 0 تا 100 با همدیگه جلو بریم و با همدیگه مطالعه کنیم. تو این ویدیو تو قسمت اول میخوام در مورد دندون پزشکی بایومیمتیک یه ذره توضیحاتی رو، حالا شاید یه قسمت‌هاش نظر شخصی خودم هم دخیل باشه توش، ارائه بدم و به نظرم این جوی که حالا در مورد بایومیمتیک دنتیستری تو ایران ایجاد شده یک مقدار یک جاهایش درست نیست. خب و در مورد این میخوام حالا بیشتر صحبت کنیم. بایومیمتیک دنتیستری از لحاظ واژه‌ای بخوایم بررسی کنیم 2 جزء داره دیگه. حالا بایو و میمتیک. بایو به معنای طبیعت، حیات و زندگی هست و میمتیک هم به معنای تقلید از حیات، تقلید از طبیعت و حالا بخوایم بگیم تقلید از ساختار طبیعی دندان. این خلاصه ای از واژه بایومیمتیک هست، بایومیمتیک دنتیستری هست، تقلید از ساختار طبیعی دندان. برخلاف حالا اون چیزی که گفته میشه که حالا شاید ترمیم بایومیمتیک مخصوص 5% جامعه است و فلان، از لحاظ واژه شناسی ما بخوایم پیش بریم، ما هممون داریم ترمیم هامون رو، رستوریشن هامون رو و کارهایی که انجام میدیم رو تا جای امکان بخوایم به صورت بایومیمتیک انجام بدیم، یعنی شبیه به ساختار طبیعی دندون باشه. وقتی الان ما یک دندون رو مثلا یک رو الان با کامپوزیت ترمیم میکنیم، با آمالگام ترمیم نمیکنیم به خاطر زیبایی، این بایومیمتیک هست، چون میخوایم که یک ساختاری رو شبیه به ساختار طبیعی دندان و از لحاظ ظاهری شبیه به دندون طبیعی داشته باشیم. خب در نتیجه ما چه بخوایم چه نخوایم به صورت مستقیم و غیر مستقیم هممون داریم از روش‌های بایومیمتیک برای ترمیم هامون استفاده میکنیم. بایومیمتیک، حالا اینجا دیگه شاید بهتر باشه بایومیمتیک نگیم دیگه، ادوانس ادهزیو دنتیستری که اصطلاحاً بهش میگیم بایومیمتیک. بایومیمتیک یک حالتی است که همه ما انجام میدیم ولی وارد میشیم به یک مقوله‌ای به نام ادوانس ادهزیو دنتیستری. ادوانس ادهزیو دنتیستری به این معنیه که ما قبلا می اومدیم وقتی می‌خواستیم یک دندون رو فرض کنیم 6 اندو شده رو می‌خواستیم ترمیم کنیم، می اومدیم دور تا دور دندون رو تراش می‌دادیم در دندانپزشکی کانونشنال و یک کران رو با گیر مکانیکی قرار می‌دادیم روش و اگه درست کار بشه مثلا 20 سال 25 سال هم عمر میکنه. از لحاظ لانجویتی و از لحاظ در واقع طول عمر این رستوریشن ها واقعا هیچ بحثی نیست. رستوریشن های حالا سنتی رو میگم، ها کانونشنال رو میگم. ولی خب چند تا مشکل داشت. یکی این که ما ساختار طبیعی دندون رو بیش از حد ممکن حذف میکردیم و ادوانس ادهزیو یک ویژگی که داره اینه که ما حداقل تهاجم رو داریم و تا جایی که امکانش رو داریم بافت سالم دندانی که شامل مینا و دنتین هست رو و حتی در بعضی موارد خود پالپ رو هم بدون اندو میتونیم، حالا شرایطی که هست، پالپ رو هم در واقع حیاتش رو حفظ کنیم. و باندینگ قوی، ما با حداقل تهاجم تا جایی که امکان داره دنتین و انامل رو حفظ میکنیم و بعد ساختار باقی مونده رو با موادی که شبیه به دنتین و شبیه به انامل هستن با باندینگ های قویمون در واقع میچسبونیم به ساختار باقی مونده. برای همین به گیر مکانیکی دیگه تقریبا نیاز نداریم، به شرط اینکه از ساختار باقی مونده کافی رو داشته باشیم. و تو این کار هم میخوایم که بیشتر شبیه سازی رو به حالت طبیعی دندون داشته باشیم که حالا رزین کامپوزیت ها خواص فیزیکی شبیه به دنتین رو دارن و سرامیک ها خواص فیزیکی و مکانیکی شبیه به انامل رو و بایو کامپتیبیلیتی که حالا خیلی از مواد دندون پزشکی باید داشته باشند.
دندون پزشکی بایومیمتیک که حالا ادوانس ادهزیو مزایای خیلی زیادی رو داره که مهمترینش همون حفظ ساختار دندون هست. تو روش‌های سنتی گفتم دیگه، ما دور تا دور تراش میدادیم تا یک انام در واقع کران رو قرار بدیم، این انامل ارزشمندی رو که دور دندون هست رو حذف می‌کردیم تا بتونیم روش یک کران زیرکنیا، یک کران پی اف ام یا هر رستوریشنی که می‌خواستیم قرار بدیم رو در واقع قرار بدیم. ولی مسئله‌ای که بعدها باهاش مواجه شدیم این بود که آقا این انامل خیلی مهمه، این انامل در قسمت سرویکال خیلی مهمه، در توزیع نیروها، در پخش نیروهایی که به صورت عمودی و به صورت افقی به دندون وارد میشه، این انامل سرویکال خیلی مهمه که ما اولین چیزی که حذف میکنیم در حالت کانونشنال همین انامل سرویکاله. اولین چیزی که حذف میکنیم همین انامل سرویکاله و باید هم حذف میکردیم. اینطوری نیست که بگم که حالا نباید حذف میکردیم. ما وقتی میخواستیم به صورت مکانیکی گیر بگیریم، خب باید در واقع دیواری حالا 4 میلیمتر از این و 4 میلیمتر از این ور داشته باشیم تا بتونیم گیر مکانیکی رو داشته باشیم. ولی وقتی روش‌های ادوانس ادهزیو رو ما داریم که بتونیم بدون اینکه اصلا یک سطح صاف داشته باشیم بتونیم یک باندینگ فوق العاده رو به دندون بگیریم، واقعا هیچ نیازی نداریم که دور تا دور دندون رو بتراشیم تا بتونیم یک گیر مکانیکی ازش بگیریم. هدف ما اینه که با حداقل تهاجم و حداکثر حفظ ساختار بتونیم دندون رو رستور کنیم. و یک مشکلی کم که در واقع ما با کران ها داشتیم، کران ها درسته شاید مثلا یک کرانی طول عمرش بیشتر باشه نسبت به حالت طبیعی، حالا اینو جلوتر میگم. حالا این جمله شاید درست نباشه، افزایش طول عمر ترمیم ها حالا شاید دقیق نباشه. ببینید یک کرانی که ما میذاریم احتمالاً نسبت به یک اوورلی مثلا سرامیکی حالا کار میکنیم عمرش بیشتر باشه. این شاید 20 سال عمر کنه، این 15 سال عمر کنه. خب این یک مسئله‌ای که حالا شاید تو مقالات هم اومده. ولی ما یک مشکلی داریم با کران ها، اینه که وقتی ما دور تا دور تراشیدیم این رو، این وقتی فیل بشه، وقتی از این زیر حالا بخواد پوسیدگی بده و فیل بشه، میاد از اینجا میشکنه، دندون رو هم با خودش فیل میکنه کران. مشکلی که کران ها دارن اینه، ما فیلرهای قابل جبران معمولا با کران ها نداریم و گزینه بعدیمون بعد کران اکسترکت و ایمپلنت هست. ولی با روش های ادوانس ادهزیو و با حداقل تهاجم اتفاقی که میفته اینه که ما 15 سال بعد هر ترمیمی که ما انجام میدیم یک روزی قرار فیل بشه. اینو اول باید قبول کنیم، هر ترمیمی که ما انجام میدیم فیل میشه یک روزی. یکی 10 سال بعد قرار فیل بشه، یکی 15 سال بعد قرار فیل بشه. خب بحث اینجاست که حالا این 10 سال بعد فیل شد و این 15 سال بعد فیل شد، بعد این که فیل شد چه اتفاقی میفته؟ تو کران ها دندون کشیده میشه ایمپلنت. ولی بزرگترین مزیت ادوانس ادهزیو اینه که 10 سال بعد 15 سال بعد ما ساختاری رو که در واقع داریم هنوز میتونیم دوباره بازسازیش کنیم. این بزرگترین مزیت ادوانس ادهزیو حالا اصطلاحاً بایومیمتیکه که ما فیلرهای قابل جبران داریم. و حالا مزایای دیگه هم که داره، خب حالا قرار راجع به اینا بیشتر صحبت کنیم. کاهش حساسیت پس از درمان، به خاطر اینکه حالا ما اگر روند رو درست انجام بدیم، باندینگمون رو درست اپلای کنیم، رزین کوت بکنیم و در واقع انقباض کامپوزیتمون رو کنترل کنیم، حساسیت های پس از درمان ما بسیار کاهش پیدا میکنه. کاهش پیدا میکنه. عامل اصلی حساسیت در واقع اون استرسیه که به لایه هیبریک لیر ما وارد میشه و این باعث میشه که در واقع ما اونجا لیکیج داشته باشیم و حالا حساسیت های بعد از درمان رخ بده. از لحاظ زیبایی شناختی هم که حالا ما تو موادی که بایومیمتیک استفاده میکنیم
مثل رزین کامپوزیت ها و سرامیک ها خیلی شبیه به دندون طبیعی هستن و مهمترین چیزی که داریم اینه که نیاز به درمان های تهاجمی کاهش پیدا میکنه. شما فرض کنید الان ما یک دندون رو داریم که 5 الی 10 سال نیاز به 5 الی 10 ثانیه حساس به سرما هست و یه سندم میزنیم بیمار حالا دردش میاد. تو حالا سنتی خب اینو باز میکنیم اندو میکنیم. این یک درمان تهاجمی تره. ولی با روش‌های بایومیمتیک وقتی که ما در واقع دندونمون وایتال باشه میتونیم با حفظ در واقع ساختار و روش‌هایی که هست در واقع بیایم و حیات دندون رو حفظ کنیم تا نیاز به درمان تهاجمی تر بعدی که اندو هست رو کاهش بدیم و اندو نکنیم. یا فرض کنید یک دندون اندو شده و میخوایم کرام بذاریم، این هم ممکنه CL بخواد. برای CL هم ما یک راه حلی داریم به نام DME در روش‌های بایومیمتیک که نیاز به یک جراحی که حالا یک پروسه 2 3 4 ماهه رو قرار داشته باشه رو حذف میکنه. اینا مواردی هستن که باید بهش توجه بکنیم. و خب حالا محدودیت‌هایی هم که داریم اینه که حالا نیاز به آموزش داریم و باید حالا مسائلی که حالا شاید دانشگاه خیلی بهش پرداخته نشده رو دوباره یاد بگیریم و زمان بر بودن تکنیک ها رو حالا من خیلی قبول ندارم. ببینید ممکنه شما تو یه جلسه زمان بیشتری قرار بدید، خب ولی فرض کنین الان یک دندون اندو شده داریم میخوایم به صورت کانونشنال پست کور رو کشش کنیم. اندو شده، شما میاید حالا بعد همون جلسه اندو یا حالا جلسه بعد کانال رو خالی میکنین، قالب پست میگیرین. قالب پست گرفتین، حالا یه نیم ساعت وقت گذاشت، 8 ساعت وقت گذاشت، میره لابراتوار، یه روز بعد قالب پستتون میاد. یه روز نه، یه هفته بعد قالب پستتون میاد. بعد اینو میچسبونین. بیمار حالا بشین 2 ساعت 3 ساعت بشین، این صرف بشه، ست بشه، سمانه در واقع گلسان نمره. بعد بیمار رو دوباره میاری، تراش روکش میدی، قالب میگیری، حالا برو 2 هفته 3 هفته بعد بیا. حالا ممکنه این وسط یه مثلا امتحان فریم هم مثلا لازم باشه، چه میدونم قبل در واقع سمنتیشن ممکنه حالا یه مشکلاتی باشه که حالا مثلا دوباره یک بار هم مثلا بفرستی روکش و اصلاح دوباره بیاد، میبینی که مثلا 5 6 جلسه بیمار اومده و رفته. شاید تو یه جلسه زمان بیشتری رو برای بیمار قرار بدی، ولی تو کلیت ماجرا نه. واقعیت به نظر من روش‌های کانونشنال زمان برتر هستن، حالا به جز شاید آمالگام بیلداپ. و هزینه‌های بالاتر هم دوباره ببینید، هزینه‌های بالاتر، ما هزینه بالاتر به چی میگیم؟ ما حالا یک دندونی که حساسیت خیلی کمی داره به سرما و حالا وایتال هست رو در حالت کانونشنال اندو می‌کردیم رو میتونیم وایتال نگه داریم و رستورش کنیم با روش‌های بایومیمتیک. شما هر جوری حساب کنی هزینه اندو به اضافه این رستوریشنش که حالا هر چی باشه با هزینه در واقع حالا دایرکت ترمیم کنی مستقیم یا حالا این دایرکت ترمیم کنی، خیلی شاید اینا با هم دیگه تفاوت نداشته باشن از این ور اندو بشه. یا حالا وقتی مثلا دندون اندو شده و خواهی پست کور رو کشش کنی و دوباره با هزینه رو مقایسه کنیم با یه مثلا اوورلی سرامیک که باز خیلی تفاوتی شاید نداشته باشم با هم، اونور باز تایم بیشتری گذاشتی براش. از لحاظ هزینه حساب کنیم شاید بایومیمتیک در بعضی موارد کمتر هم باشه، چون مثلا نیاز به مثلا جراحی CL هم شاید حالا مثلا کم بشه. از لحاظ هزینه‌ای اینطوری نیست که بگیم که حتما هزینه بیشتری رو داره. تو خیلی از موارد اتفاقا هزینه‌های ما رو کاهش هم میده. نیاز به تحقیقات بیشتر هم که حالا مشخصه دیگه، حالا به هر حال از سال 2000 دیگه تقریبا حالا چیز شده، تا 20 سال 25 سال نیاز داریم که حالا مقالات بیشتری بیاد بیرون و تحقیقات بیشتری روش انجام بشه. یه خلاصه بخوام بگم، ببینید ما با روش‌های ادوانس ادهزیو چند تا نکته مهم رو داریم که باید بهش توجه کنیم. یک این که ما طول عمر دندان رو میبریم بالاتر.
خب بعد کران دندون فیل میشه، ولی بعد اوورلی دندون فیل نمیشه، خود دندون فیل نمیشه، طول عمر دندون رو میبریم بالاتر. این یک مسئله. مسئله بعدی اینه که برخلاف اون چیزی که حالا گفته میشه، از لحاظ هزینه‌ای بخوایم کلیت ماجرا رو نگاه کنیم در برابر آپشن هایی که در مقابل در واقع ادوانس التزیم ما قرار دادیم، هزینه‌ای یا مثلا برابره یا یه مقدار کمتر یا یه ذره مثلا بیشتره، خیلی هم شاید متفاوت نباشه. حالا اینا هم به شرط اینه که حالا مثلا شما الان می‌خواید مثلا یه دندونی رو اوورلی کنی، اوورلی سرامیک انجام بدی، اوورلی کامپوزیت انجام بدین، باز خیلی پایین‌تر نسبت به حالا مثلا یه روکشی کنی و پست و اینا. ولی خب حالا مسائلی که داریم اینه که نیاز به آموزش داریم و باید حالا بعضی موارد حالا اون سرمایه اولیه هم شاید چیز دیگه، شما شاید اولش سختت بیاد که مثلا یه باندینگ مثلا بیا 10 میلیون بری یه باندینگ بخری، ولی ارزش سرمایه گذاری رو واقعیتش اینه که داره. و به این نکته توجه کنید، بایومیمتیک فقط در واقع این عکسای خوشگلی نیست که تو اینستا قرار میدن. ما اصولی رو داریم که این اصول رو میتونیم در ترمیم‌های عادی که به صورت عادی به صورت روتین ما تو مطبمون تو کلینیک داریم انجام میدیم، فقط با انجام دادن این اصول میزان فیلر هامون رو بیاریم بالاتر، بیاریم پایینتر و کیفیت کارمون رو ببریم بالاتر. الان ببینید واقعیت مسئله اینه که هممون تو کلینیک کار کردیم، هممون با شرایط در واقع کلینیکا آشنا هستیم. الان این سناریویی که تعریف کنم شاید بر هممون اتفاق افتاده بود. الان مثلا ما یه دندون مثلا مولر داشتیم، می‌خواستیم با کامپوزیت ترمیم کنیم، حالا اندام شده بود، خب حالا آمالگام هم نمیگم، یا مثلا یه دندون پرمولر داشتیم که اندو شده و می‌خوایم با کامپوزیت ترمیم کنیم. بعد این کاسه باکالمون مثلا ضخامتش 2 میلیمتره، اینو حالا باید ریداکت کنی، حالا ریداکت کردی دوباره بیاریم بیلاب کن، سخت دیگه. به هر حال اینا به نسبت یه مقداری حالا شاید دشواری داره برای ما، سخته. میایم همینجوری تمرین میکنیم، 2 ماه بعد بیمار اومده و حالا مثلا کاس فرکچر داده. اگه خوش شانس باشیم این حالا از زیر مثلا سی جی نشکسته، بالاتر شکسته و دندون مثلا حالا باید کران بشه، روکش بشه. باز اگه بیمار شدیدی نباشه و بیمار خوبی باشه، حالا بیمار میگیم که حالا این با دندونت باید روکش بشه و هزینه ترمیمت رو مثلا کسر میکنیم و هزینه روکش رو حالا مابقیش رو پرداخت میکنی. حالا یه ذره چیز باشه آخر سر میبینی که خود مجبور شدی هزینه روکش هم بدی. همه اینا با یک ری‌اینفورس کردن ساده دیواره 2 میلیمتری باکال حل میشد. اگر در واقع فایبر حالا مثلا پلی اتیلن ریباند مثلا 3 میلیمتر، 4 میلیمتر، 5 میلیمتر اونجا قرار میدادیم و آداپته میکردیم به دیواره باکال و ری‌اینفورس میکردیم، حالا این ساختار موقعی تقویت میشد و احتمال شکستش خیلی میومد پایین‌تر با یک کار ساده. شاید مثلا 100,000 تومان برای ما حالا هزینه داشت. این نیست که ما بایومتریک، این نیست که ما صرفا بگیم که باید همه این کار رو انجام بدی و 100 اینو انجام بدی تا یک نتیجه خوبی رو بگیری. شما میتونید حالا همین کارها رو که به صورت روتین ما تو مطب انجام میدیم، این اصول رو بیاین تو اونا پیاده کنید و نتیجه در واقع درمان هاتون، نتیجه و کیفیت درمان هاتون خیلی بره بالاتر. مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. هدف من اینه که خب ما چجوری میتونیم که این اصول در واقع بایومیمتیک ادوانس ادهزیو رو به صورت روتین بتونیم وارد کارمون بکنیم. خب چجوری بیایم و این اصول رو استفاده کنیم تا کیفیت درمان هامون رو ببریم بالاتر. و میخوام حالا یک در واقع با تعاملی که ما هم داشته باشیم یک در واقع مسیر رو بسازیم که آقا این 0 و 100 نیست که این 100 نباشه، برو همون 0 و همون کرانت رو کار کن. حالا ببینید یک راههای بینابینی رو در واقع این وسط شاید برای عموم دندون پزشکا ما نیاز داریم که انجام بدیم و برخلاف اون دیدگاهی که الان هست که 100 این 100 نباشه همون 0، به نظر من این درست نیست و اون میانه در واقع مسیر هم جایی هست که ما میتونیم از این روش ها به صورت روتین در مطب ها و کلینیک هامون استفاده بکنیم.